چطور تونستی به این فکر کنی؟ تو را میگم پشت هر کدام از این قضای قتل پنهان شده. ایره میفهمی؟ فهمیدی؟ حالا دیگه بر من چطیات نگو. میشه فکر کن که چی کنیم؟ نه خیر محترم، این تصمیم نیست که به تنهایی گرفته بتانیم. چه قسم؟ شاید به خاطر که 16 ساله هستی خانم کوچک. جران اعصاب ما خراب نکو، بی از او کارایم بسیار زیاد است. درست است. خداحافظ. 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 برو و خیر بری. اوف، توبه توبه، 20 کندک در زیر دستم کار میکنم و جنجال ندارم. این چه قسم مشکل است؟ این چه قسم بی تفاوتی است؟ چی وقت هوشیار میشه؟ دخترتان از قماندان صاحب بسیار دشوار است. هیچ نپرس. دیشب خانه رفتم، دبینی خود حلقه بند کرده بود. گفتم این چی از؟ گفت میخک است. از او دبینی خود بند کرده بود. کلیم خراب شد. با وجود قدر گپا گفت که اون را میخوانم. گفتم بخوان اما اول مکتبت خلاص کو. یک دفعه میگه ریاضی میخوانم، یک دفعه میگه ادبیات. هر هفته یک چیز نو میگه. میفهمم سخت است قماندان صاحب. به هر صورت مشکلات ما خلاص شدنی نیست. تو چی کردی؟ از او احمق چیز به دست آوردی یا نه؟ نه خیر قماندان صاحب، به احتمال زیاد تعلیم اظهارات دیده. یعنی به نظرم در چوکات قانون جبران اظهاراتش گرفتن نمیتونیم. اول درباره عملیات مسلحانه چند کلمه گفت، اما بیازو چیزایی را گفت که میفهمیده. چی وقت انتقال میکنه؟ ما فردا پلان کردیم قماندان صاحب. از قماندانی امنیت با یک تیم تسلیم میگیرن. درست است. او دو را پی ارزش نداره، اما غالب مرا جنجال خلق میکنه. کوشش کنین هر چیز زودتر تخلیه صورت بگیره. قهوه بنوشیم. یکیتان بیاین اینجا. امر کنن قماندان صاحب. برای ما یک دو قهوه متوسط بیار. اطاعت میشه قماندان صاحب. اینقدر قهوه میخورین براتون بد نیست؟ پشت قهوه نگرد، بگو که بعدن چی شد؟ بعدش همه قدر بود دیگه. همه خس. چرا که نمیشه. خب جور نمیاییم قماندان. فکر ما یکی نیست. چی بگویم، شاید چیز دیگه باشه. راستش خب کدام پیشرفتی هم وجود نداره، اما ایران نمیفهمم که چرا این گپا رو به شما میگم. بله اگه بفهمم. خسته میسازتون؟ بله یا و هم بسیار زیاد. دقیقا زیاده روی میکنی، حتی تو را قار میسازه. کاملا درست. ور گپ میزنه، مثل رادیو بحث بفایده میکنه، جنجالی است. انسان از فکر کردن محروم میسازه. کرمای سر آدم تور میته به حد پیشروی میکنه که کاسه صبر آدم لبریز میشه. 1,000,000% این قسم است. اما وقتی که همراه او میباشی فضا کاملا پر از احساسات میشه. چشمای دنیا را نمیبینه. کاملا متفاوت. چیزیست که نام بالایش مانده نمیتونی. کاملا نمیخسته و بسیار مقبول است. بسیار مقبول است. اصلا تو اینجا چی میکنی؟ بیبی باید یک سوء تفاهم کلان از بین ببریم. از او خاطر اینجا آمده. پس فکر میکنی که یک سوء تفاهم است؟ اما تو؟ البته. او آدمی که او روز به خاطر بیرق کوبلای لط کرد، اما آدمی که کتش غذا خوردی، ما کجایی را اشتباه درک کردم؟ بیبی من حتی او را نمیشناسم. از شناسا است. مچم دوست پدرم است. پدرم اصرار کرد که با هم غذا بخوریم، من قبول کردم. درست است. پس برات قسم میگم بعد از این کسایی که غذا میخوری زیادتر متوجه باش. راستی؟ خود چرا؟ بیبی اگه یک مرد به خاطر بیبی من حساسیت تو را در این باره درک میکنم.
اما غیر از او دیگه چیست؟ غیر از او چیز دیگه نیست. خب نمیفهمم. چقدر عجیب است نه؟ همیشه همدیگر رو به طور اتفاقی میبینیم و همیشه با همدیگر جنگ میکنیم، همونطور نیست؟ بله. و از روزی که همراهیم تکرکدی قسم شدن میره. نه قسمم خونه نیست. از روزی که تو دفعه نسات کدی تو میشه. والایی کار شد، با خدا که شد. خانم اصلا میبخشین دستم دفتن دا آرنگ. ولی چون از خود کدام کاربار دیگه نداری، چرا مثل محافظ رئیس جمهور از زیر هر سنگ میبایی؟ برو دیگه خب لایتو چی میکنی ها؟ شما رو نرسانم؟ نه خیر. درست است خانم. اگه به من ضرورت داشتین من پیش روی تانگ تل استاد میباشم. بسیار تشکر، روز زیبایی بود. با ما چیز اول تو بگو. بسیار خوب. ما آدم نیستم که زندگی برداشته بمانا کنم و یا با مثبت گرایی کاذب خدا فریب بودم. یک کمی قدم زدیم و با هم چای خوردیم. اما قدر چطور امکان داره جانم؟ ما تو کل روز درست است، اما ضرور نیست که از روز ما نتیجه بگیریم، همونطور نیست؟ یعنی که من میتونم با تو زنگ بزنم؟ باز پس آمدیم سر گپ اول. میتونم زنگ بزنم؟ بله. هر وقت؟ هر وقت. خب پیام چی؟ پیام گفتی؟ پیام های کوتاه، مثلا تصویر گلا، مثلا ایموجی خنده، تصویر چتری قهوه خورشید، از این قسم چیزا. اما یک قسم قلبک های خورد نسنی از اونو روان نکنی که نفرت دارم. ما هیچ خوشم نمیاد. با تفاهم رسیدی. خوب است. در صورت شب بخیر. سلام اصله. فکر کنم امشب کمی وقت‌تر آمدی. چرا پرسان کردی؟ خیرت است؟ هیچ، همه تو مهم نیست. پدرت منتظرت است. بیچاره تو برات غذام تیار کرده. شب بخیر. خیرت است. چی میگفتیش؟ اگه میخوای دموتر بالاشو کرچکر بتومد. بخیر، یک وقت دیگه بیا زو روزش که برسه حتما من همراهت کار دارم. سعیس هر وقتی که بخوای من هستم.
جمع کن لنگت. حالا چرا خو نمیکنی؟ سعیز بالاخره خواب میشم. اما اول گپای مرا گوش کن که چی میگم. هیچ گپ نزد. ماشم چه قسم آدم از هیچ گپ نمیزنه. دفعتن گفت ولی تا گفتم اینا گپ زد، باز گفت ولی به خاطر که سر گپ بیارمش هر راه امتحان کردم. از کباب فروشی یاد کردم، از مویگیری، از دوره مکتب، از دوره لیسمونی. گفتم لالا تو از آدمای قدیم هستی، حتما میفهمی وقتای شما خان صاحبا چه قسم آدم بودن. کشف فاج بروتا و ریشای رقم. نفرک بیخی چوب بود، مرا دیوانه ساخت. با چوب بودنش کم بود که مرا از بین ببره. احمق لوده. لالا جان تو چرا به خاطر چوب ماندن کمی کوشش نمیکنی؟ یک سر گپ زده میری. لطفاً بس کن دیگه. بیازو دیگه. تو حال درباره او دختر فکر میکنی؟ سردار چوب باش. ملاقات کردین؟ ملاقات نکردیم. تو که هستینی بسیار انتیک هستی، بسیار ماگلک هستی. چرا همراه دختر در خانه سالمندان وعده میمانی؟ چی معنا داره که در اونجا میبینیش؟ به نظر من دفعه دیگه در قصالخانه وعده بون، چون اگه در اونجا ملاقات کنی زیادتر رومانتیک میشه. حتما عروسی هم میکنی. در قصالخانه ملاقات کنم؟ بسیار خوب میشه. بخیر شو. بخیر ما چی توبه لطفاً به من یک تخت صحیح بگیرینی. چی است؟ طرف مسایکو بیازو. تو آدم استی که همیشه محکوم به باختن استی. کان بزرگ من برات گفته باشم. تو چطور کار اشتباه کردی؟ ملاقات در خانه سالمندان چی مانا؟ باز من چطور اشتباه مرتکب شوم با کل بچهای تیم ایره قصه کنم که کجا رفتین و چی کردین؟ باور کو بیاب میشی. بازو احمقا برن در قرارگاه قصه کنن. باز یک چشم پد کردن قصه به قلوردوی شما رسی برسه. این مشکل است. یک راه حل داره. مامورت یک لیست تیار کردیم. لیست مادی زیاد بر سخت باشه. اینا را بر ما دانه دانه میخری. باز یک رستوران برام یک غذای چینایی، ایتالیایی و امیرتام میخری. رشوت میخوایی؟ رشوت نیست دیگه. یک نوع معامله از حق مسلم و مسلال. یک پودی از چی میکنی؟ من خود کدام آدم عادی نیستم. آبا چرک من عضو نیروی ویژه هستم. چی میکنی تو؟ نزن مرا. خاله جان کمک کن. خاله جان لالای میخوای مرا از بین ببره. خاله کمک کن. اینجا چی گپ است؟ شما نمیشرمین؟ کلان آدم هستین. آی تو یال روز بیبی تخت بچه رو زده خراب کردی. آی ما به شما چی گفتم ها؟ نگفتم که کالای چتلتانه بکشین و کالای پاک بپوشین؟ بله راست میگی. آی بازم لای پترونم خو کردی. زود رو بکش زود. آدم و قسم خو نمیشه. قسم میخورم امروی چپری لطتان میکنم. این بچه خو میشه. تو هم خو شو. زود و کالا رو بکش زود. درست است مادر، درست است. کار نشو. اینا میکشمش. تو برو مخزن. زیاد گپ نزن. حالا کالای تا تبدیل کن. درست است. شب بخیر. لالا گفت که بچه را راحت بان و خو شو. مرا راحت بان خو میشه. نزن بلیاز نزن. او بچه بان که خو شوم. نشنی گپایش. نزن آزاد آموده باشین. خبردار. تیم شمشیر با 3 افسر و 5 بریدمن منتظر دستور از قماندان صاحب. تشکر توران صاحب. زنده باشین. میتونی به جایت بری. همگی راحت. دوستا بعد از حملاتی که در روزهای اخیر علیه سربازای ما اتفاق افتید، تیم شمشیر با یک عملیات کاملا موفقیت آمیز پیروزمندانه فاعلین حمله را زنده یا مرده دستگیر کردند و در وقت بسیار کم به همگی نشان دادند که خون سربازای ما روی زمین نمیماند. بدون شک این درد ما را کم نمیکنه. از این حادثه هر کسی، هر کماندان، هر عسکر و هر تیم، هر افسر باید درس بگیره. ای را فراموش نکنین. مهمترین و با ارزشترین دارایی نیروهای نظامی ترک، خانواده ها و ملت ترک، پیش اونا من حیث امانت سپرده شدن سربازای ما هستند. دوستا دیروز هم تو بوده، امروز هم تو رست و فردا هم تو می باشه. با توکل خدا در کل دنیا هیچ کسی، هیچ نیروی شراندازه و هیچ ذهن بیناموس نباید جرأت سوء قصد علیه اونا را داشته باشه. اگر جرأت ای کار کنه باید منتظر شدیدترین جوابات در مقابل خود باشه.
یک بار دیگر شهیدای خود با احترام و منت یاد میکنیم و از شما هم دوباره تشکری میکنیم. بسیار زیاد تشکر دوستا. با بریدمن ایهان گپ زدی؟ بله قماندان صاحب. متوجه او باشین تورن صاحب، حالت روانیش اصلا خوب نیست. نمیخوایم شیرواری یک سرباز دیگه ما را از دست بده. اطاعت میشه قماندان. او چطور است؟ کرلانگیچ پاشا را میگین قماندان؟ خوب به نظر میومد، بسیار عالی بود. صبح خانم خندان زنگ زده بود، سرچرخک شده بوده، شک کرده بوده که قاچاقی قهوه خورده باشه. تو خود چیزی نمیفهمی نه؟ والا قماندان صاحب. بیبی پیش کرلانگیچ چه قسم نفر روان کردیم؟ آرام باش، چی میکنی؟ اینا چی از چی گپ هست؟ پیسر آوردی؟ بله آوردمش، ولی یک مبلغ بسیار کلان هست. شک میکنن جا بجا کردن قدر پیسه زیاد از کسی پود نمیمانه. دایی برو بعدم گپ میزنیم، تشویش نکن. خب تو اینجا چی میکنی؟ اینا چی از میخواین چی کنی؟ چی میکنی؟ نهاد از اونا پس میگیریم. باران نمیتونی نهاد از نظامی یا پس بگیری، امکان نداره. چی میکنی؟ همروی اونا جنگ میکنی؟ هر زنجیر یک حلقه ضعیف داره. زیاد وقت میشه نهادم میشناسم، زیاد تاب نمیاره و زودی گپ میزنه. اگه اودان خود باز کنه تمام پلانای ما با اروپا نقش براب میشه. خلاصا ما تباه میشیم. تو هم دیگه هیچ وقت نمیتونی دخترتو ببینی. فهمیدی حاله؟ بله بسیار خوب فهمیدم. این دیوانگی است. ما دیگه نمیخوایم ده ای کار باشم. درست است. این قسم میگم بعد از این من نیستم. یعنی چه که نیستی؟ نیستم دیگه. با گفتن نیستم هیچ کاری نمیتونی بکنی. تو تا آخر دهی را همراهی ما سیاکن از کایناک. حسابای بانکید، اسناد در میدان هوایی، تصاویر امنیتید، کلش پیش ما موجود است. کلش. حالا برو دیگه. اما برای تک چیز رو میگم، تاوان ایره هم تو و هم او دختر دوست داشتنید یک قسم حتما پس میتین. فهمیدی؟ خب و کارمو میرسیم. ای کارا نکو بریدمن. ما اجازه ای کارا نداریم. بانش که او به شرف بره. بیا یکمی قدم بزنیم. بیا. او آدم انتقال میتون قماندان. یک گلوله تصادفی نمیایه که او به شرف مردار کنه. حیف، صد حیف. بله صد حیف.
آرمان خوب هستی؟ امبولانس بخواین زود شوین عجله کنین طاقت کن باید به سرش کت مرمی میزدم خیر است بیادر خیر است حال امبولانس میرسه تحمل کن بیادر تحمل کن کماندان صاحب خوب است برین پلیسا بگیرن حالا پیش پلیسا بره سر خود فشار نیار آرام باش فشار نیار سر خود آرام باش سر خود فشار نیار آرام باش برین پیش پلیسا برین حالا زود شوین باید فایر میکنم زود شوین ناصر شما خوب است من خوب هستم عجله کنید حالا توران صاحب چی گپ شد؟ شغالات تومی شهر دوزی کردن کماندان صاحب زیاد شهید دادیم اگه آیهانم چیزی شده کاسه صبر ما لبریز میشه امرتون چی است؟ کلتان به قرارگاه برین نیم ساعت دیگه در مرکز سوق اداره باشین امر معمیز لالا کاش که کت مرمی دست سرش میزدیم کلام ما این فکر نکده بود لالا این فکر در ذهن کل ما بود باید کت مرمی دست سرش میزدیم کل ما این فکر کده بودیم تو ما توران سلجوق حتی ایهان حتی دگروال پاشا کل ما این فکر کده بودیم بس از سردار ما چرا این کار نکردیم به خاطر که ما پابند اصول هستیم به خاطر که ما قوانین داریم لالا درست است ما هر کار که دل ما بخواه انجام دادن نمیتونیم اما این لعنتی‌ها ده حق ما چی کارایی که نکردن سردار ما کل ما احساسات داریم اما چی لالا هیچ کاری کردن نمیتونیم اگه قلب ما خونم گریه کنه این مفکوره 1000 دفعه در ذهن ما خطورم کنه بازم هیچ کاری نمیتونیم بله ما نمیتونیم سردار به خاطر که 1000 سال میشه که ما زورگوی نبودیم پس فطرت نبودیم از پشت خنجر نزدیم هیچ وقت دام نموندیم فرق نمیکنه که در دست ما اگه شمشیر باشه یا نان باشه بازم باید قانونی برخورد کنیم همیشه ما میخواستیم خود بود ترک یعنی سنت سردار سنت هم یعنی قانون بچهش بیاد بیار وقتی که آنادولو اشغال شده بود موسسه‌ای که تشکیل دادم نامش چی بود مدافع حقوق یعنی دفاع از قانون ما همی هستیم سردار هیچ وقتم تغییر نمیکنه خیلی چی کنیم لالا چی کنیم تو چی توصیه میکنی نمیفهمم واقعا نمیفهمم باور کو که نمیفهمم بیخی از سرم آتش میبرایه از سرم کم است که بکفه بس از دیگه سردار گفتم توصیه چیست لالا چی توصیه کنم نمیفهمم تو بگو میخوایی بگویی که بعد از این پشت زنده گرفتنشان نگرده مستقیم خلاصشون ها دقیقا همه قسم میکنیم بعد از این اونا را زنده نمیاریم او به شرف فورا مردار میکنیم به خود مسلط باش سردار تنها چیزی که برات میخوایم بگویم ایست که سر خود مسلط باش نمیشه کماندان صاحب سردار چیزی که گفتم با متوکا آدم باش سر خود مسلط باش فهمیدی حالیان به شفاخانه پیش بریدمن آیهان میری پیش او میباشی درست است اطاعت میشه کماندان صاحب زود برو سردار دردت به قراری بخو او روز میرسه به ما یک دستور داده میشه
و ما بعد از اینکه او دستور گرفتیم حرکت میکنیم. او وقت باز به گفته تو میکنم، زنده یا مرده. امیر خود گفتیم او روز میرسه، او هم بسیار زود. انشالله. بچه مورد چوب کنین. باید به شفاخانه ببرمش. بچه این تو احمق هستی؟ شفاخانه چی؟ سر ما رو دبلا میتی؟ چوبش کنین. چطور هستی رفیق؟ خوب هستی؟ خوب هستم. عملیات خوبی بود بچیش، عالی بود. من همیشه عالی هستم. از این دزبندو خلاص شویم دیگه نه؟ حالا بازش کن. منتظر چی هستی باران؟ خب من میگم که وقتی پیش سربازا بودی با اونا خب کدام چیز نگفتی نه؟ چی جدیات میگی باران؟ حالا دستای ما باز کن. یکی بیا سوال یک رقم دیگه پرسان کنم. حتما یگان چیز گفته شده، اما چیزای جدی گفته شده یا همه تو گپای یقناق برشان گفته شده؟ فعلا میخوای میره بفهمم. طرف ما ببین، تو سر ما شک داری که ما با ترکا چیزی گفتیم یا نه؟ ها؟ گپ خود زدیم، اما حاله ای دستبنده را از دستم باز کن. دستبنده را باز کنین. حالا چی میکنه؟ اینجا امن است یا نه؟ بله امن است. یکم اوضاع آرام شوه باز یک جای امن‌تر پیدا میکنیم. درست میگم آقا کان؟ بچیم تو چرا خدر نالش داری ها؟ بسیار درد میکنه؟ خوب میشی تشویش نکن، کم طاقت کن. خب؟ او را از اینجا ببرین، موترم بگیرین، عجله کنین. از اینجا میریم، زود باشین. حالا تو هم لباسایت تبدیل کن. حالا همیشه کوشش دارن کارایشان یک قسم ادامه بتن. اول کوشش کن در شهر زنده بانی و دستگیر نشی. بعد از او که اوضاع کم آرامتر شد در اولین فرصت از شهر فرار کن. بازم همی کار میکنه چون فقط همی کار بلد است. اگه در ظرف چند ساعت اول دستگیرش نکنیم کار ما دگام سخت‌تر میشه. قماندان صاحب چی وقتی کار میکنه؟ فعلا غیر از انتظار کشیدن در حالت آماده باش کار دیگه نداریم. متاسفانه نمیتونیم. قماندان صاحب باید شهر محاصره کنیم. اگه از مرز سیر شد
کل زحمت های ما حیف خود شد. مرز ما 1000 کیلومتر است قماندان صاحب. پیدا کردنش بسیار سخت است. بالاخره باید یک کار کنیم قماندان صاحب. تو چی نظر داری؟ خب او آدم قاتل سربازای ماست قماندان صاحب. یعنی باید یک کار کنیم، یک کار موثر. گذرگاه را بسته میکنیم قماندان صاحب. حالی که او آدم میخواه فرار کنه، حتما یک اشتباه میکنی و اولاد حرامی. میبخشیم قماندان صاحب. توران صاحب تو چی نظر داری؟ قماندان صاحب دیگه تیر از کمان خطا خورده. با هم کدام نظر خاصی ندارم، اما کم از کم یک چیزم میفهمم و اوی است که این نفر دیر یا زود از شهر میبرایه و کوشش میکنه از مرز تیر شود. به این خصوص من از شما یک خواهش دارم قماندان صاحب. اوی است که مأموریت تعقیب کردن او را به ما بتیم تا ما کار ناتکمیل خود تکمیل کنیم و این شخص به عدالت تسلیم کنیم. با یک بحران روبرو هستیم. چه قسم بگویم؟ شاید یک ریسک باشه. بلا تکلیفی، مجهول بودن، نبودن یک راه حل خوب. یک اصطلاح است که میگه در زبان چینایی کلمات بحران و فرصت با عین حروف نوشته میشن. فکر میکنم وضعیت پیش آمده همه قسم است. شما از چی قسم یک فرصت گپ میزنین قماندان صاحب؟ گوش کنین دوستا، اگه این شخص اونقدر مهم است که توسط اوت یک پلان پرخطر و دیوانوار از پیش ما و قسمی فرار کرده باشه، اگه این شخص اونقدر ارزشمند باشه، پس تنها نیست، حتما در شهر نفر داره و اون نفر در مرز را کمک میکنه. در شهر، در قریه، محاربین، سرمایه گذارا، اینا یک سازمان هستن و هم یک سازمان بسیار بزرگ. قبول میکنم که یک پرنده از دست ما فرار کرد، اما میتونیم میره به یک فرصت تبدیل کنیم. میتونیم تمام او پرنده ها را یک جای دستگیر کنیم. از برکت او شخص کلی سازمان شکست داده میتونیم. میاییم سر تقاضای قماندان صاحب تیمتان. نیت ما همه قسم است تا که بر ما اطلاعات میرسه با عنوان تیم شمشیر در حالت آماده باش میباشیم. آرزو میکنم که امنیتی تروریست دستگیر کنه، اما اگر نتونست باز ما این کار حتما میکنیم. کار به هر جایی که کشیده میشه شو ما ادامه میتیم. دوستا جلسه ختم است. بسیار تشکر. زنده باشه. توران صاحب پیش برید من ایهان کی است؟ سردار را روان کردیم قماندان صاحب. درست است. یک دقیقه سردار، خوب هستی؟ کدام گپ شده؟ با خوب هستم، مرا چیزی نشده. یک دوستم زخمی شده، به خاطر تداوی او اینجا آمدیم. برام بگو باز چی گپ شده؟ اوف، خود سعیز هیچ چیز نگو، از تشویش مرا بکش. درست است؟ لالای ماما می قسم است. میشه از وضعیت دوست ما خبر شوم؟ یلدز میشه تو بری پرسان کنی ها؟ میردمن صاحب از خطر برآمدند. بسیار خون ضایع کرده بود. زخمشان بسیار جدی است، ولی فعلا فعالیت‌های حیاتیش نرمال است. بخیر خوب میشه. شما زنده باشین. شفا باشه. وضعیتش خوب است. سردار میشه که کم استراحت کنی و یگان چیز بخوری؟ فراموش کردم بگویم شفا باشه. زنده باشی. بهتر است من منتظر باشم. وقتی که ایهان با هوش آمد باید اینجا باشم. تشویش نکن، اونا با ما خبر میتن. بسیار خسته معلوم میشی. با هم پایین میریم. کمی دم تراز کن. خوزیز خانم اصلا رسیدیم خانم. آی کوبلای باز خوابم برد. بعد از او قدر کار کردن عادی است خانم. شبم او قصه‌ای استراحت نمیکنن، مانده میشن. خون نوشته کن بیازه که خسته میشن. بیبی مثلا خانم قدریه
من قسم میخورم بعد از شاشت کلچه پخته میکنن. کلگی میگه باور کو باز بیبی همشون میناله. مشون میگه جلد زیر گلونم کشال شده، زیر چشمم چملک شده میره، مشون وزنم زیاد شده. یعنی شما بر جوارم نیست. کلگی به خود میرسن خانم اصله، اما شما ماشاءالله گپ از یک گوشتون مدرای از گوش دیگه تون میبرای. من برای شما چی کنم؟ درست است مادر جان، دفعه دیگه به توصیه‌تان گوش میکنم. درست است؟ کوبلای فردا کمی وقت‌تر بیا. حالا بفرمایید. ما به شما چی میگفتم؟ هنوز 2 دقیقه تیر نشده خانم اصلا. صبح یک شنبه است، استراحت کنین. قسم کار کرده شما پیر میشین. من صبح وقت اینجا هستم. شب بخیر کوبلای. شب بخیر خانم. اوف، باز پدرم آمده. اصلا زود از اینجا برو، فرار کن. پس شو پدر آی الهیم کو. اینجا چی جریان داره؟ پدر اینجا چی گپ هست؟ اصلا جان میفهمیدم هیجانی میشی و چیخ میزنی، از این خاطر مجبور شدم این قسم ازت پذیرایی کنم. نمیتونستم دیگه کار کنم. شما دیوانه شدین. با ما توضیح بتین چرا در خانه ما داخل شدین؟ ما توضیح میدم. ای 2 نفر ناک گپتال میتن. اگه میخوایی داخل بیایی، ما با شما اصل موضوع را توضیح میدم. خانم اصلا تو داخل برو. اصلا زود داخل برو. بیا برید من صاحب. ایهان شفا باشه بیادرم، شفا باشه. 2 دفعه همراه دکترت گپ زدم. مرمی به شکمت خورده اما به اعضای درونی کدام ضرر نرسانده. فقط گفت احتمال دارم میکروبی شوک و احتمالش بسیار کم است. یکم درد میکشی و بعدش هم خوب میشی. درست است؟ برید من صاحب. او به شرف دیسکیر شد. هنوز نه خیر. او یک شیطان است. اما دستگیر میشه. در شهر کل افسرهای پلیس پشتش هستن. زود یا دیر دستگیر میشه. میفهمی اگه کارش به جواب بانه، اگه جزای جنایات او به شرف برش داده نشه، بازد تا وضعیت معده امام خرابتر میشه. تاوانش پس میده. تو به من باور کن، هر قدر شیری که خورده و هر قدر خونی را که ریخته از دماغش برش میکشم. باور کن، تو هیچ تشویش نکن. بیادر چی کردین؟ اوضاع چطور است؟ والا کار خاصی نکردیم بیادر. ما شیشتیم، غذا میخوریم. شما چی کردین؟ آیهان چطور است؟ خوب است، خدا را شکر خوب است. اول به قماندان صاحب خبر میتم، بعدن کالای ما تبدیل کرده اونجا میایم. شما در کجاستین؟ ما خانه غالبشان میریم بیادر. مدرسه روان میکنم، شما مستقیم اونجا بیایید. با ما غذا بیارین. بسیار درست است بیادر. دوستا آیهان بیادر خوب است. آی خدا، 1000 بار شکر. بیچاره از ماموریت زنده برگشت. اما ببینین اینجا چه سرش آمد. بالا بود برکتش نه. خب ما چی میکنیم قماندان صاحب؟ والا سلجوق جان، از طرفی دوستا دعوت شدیم. حالا میریم دیگه. اونم با ما یک چای تیار میکنن، اما تو یک چای مزه‌دار میشینیم و قسم میکنیم و لذت میبریم. البته قماندان صاحب چرا نه؟ با شما شانه ترین چای تیار میکنم. دقیقاً عالی است. رئیس، ما یک بسته داشتیم. از خیرتمو بل ما رام بیارین. این چیزایی که سر میز است اینو رام بسته بندی کنین. حالا دیگه چیزای سر میز؟ سر میز چی مونده که بسته بندی کنه؟ آی چی میگه؟ سر میز چی مونده؟ یعنی چی که چی مونده؟ کم از کم 1.5 خوراک کنوف، یک کمی آدانام است، 3-4 تا نانام است،
چی یک سالاد زیبایی است. سر میز چی یک نعمتایی از بیادر. بسیار خوب فکر کردی. ما اینا را سباد صبحانه میخوریم. راستی کبابم بخوایم؟ آف کاش وقت میگفتی. او بریدمن سردار که زیاد نمیخوره، نان از اون برای ما میمان. خوب گپ است. قماندان صاحب بلیاز خدا ما خانه چشم گوش ناوریم. شما خوب هستین؟ والا چی بفهمم؟ غاله خدایا والا ما چیز نگفتیم و خب بیام حسابتان.